سلام علیکم دوستان عزیز. امروز 8 ایول سال 2025 این آسایشگاه دکتر طاهری مرحمت زردالو ها پخته ایستاده است. بیایید زردالو خورید، دلاتون رو پرقوت کنید. این آب‌های شفا بخش که از چشمه ها می‌فرویند. بهترین منظره ها، طبیعت انسان را خودش طبابت میکند، شفا میبخشد. من اینجا با زبان روسی سکاری برای بیماری های قند این گیاه، یعنی با زبان تاجیکی کاسنی. من این خواجگی دهقانی دکتر طاهری، یعنی در اینجا شما میبینید همه چیزای طبیعی هست. من قرنفل بلغاری، ریحان، پمیدور، کرم، من این شلفی، مرمرک، من این مشخور، من این گلی صدبرگ، من این گیاه های شوبخش، رستنی ها، من این لپوخ میگن، یعنی خیلی زیاد استفاده میشه در تیپ. من اینجا سیبرگه از نزدیک بینید. سیبرگه لبی آب شده است عجب خوردن باب. من کرم، من اینجا درخت زیرک بربریس، من این سبزی یابایی برای سنگ گرده وسیع استفاده میشه. من توت، برگ توت برای بیماری های قند هم استفاده میکنیم. من این طبیعت در آغوش طبیعت بودن این سبب سالمی دراز عمری مردم میگردد. مرحمت به آسایشگاه دکتر طاهری، سراغ ناحیه عینی، قشلاق پتخین، سناتوری دکتر طاهری، از شهر دوشنبه 140 کیلومتر، از شهر پنجکین 100 کیلومتر، از شهر خودیان 165 کیلومتر. من کی میخواهد سلامتیش برقرار کند، درس های سالمگردانی آموزد، مرحمت به آسایشگاه دکتر طاهری. سلامت باشید، 100 ساله شوید.